بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و صلاة و السلام علی حبیبنا و مولانا رسول الله. ما دو تا محبت داریم. یکی محبت صادقانه است، محبتی که در اون فرد شیفته الله و رسولش میشه و شیفته عمل و کرداری که باعث رضایت الله متعال میشه. آستین بالا میزنه، توی میدان میاد و شما اون رو میبینید. دیگه نیازی نیست که با گفتار و چهچه و اینش خودش رو نشون بده. یه نوع محبت دیگه است، اون رو میگن محبت چاپلوسان، محبت انسان هایی که با شیرین زبانی، با چرب زبانی، با به اصطلاح فکر میکنن که جنت رو میشه با حرف هم خرید. اینا رو میبینید هر جا. اونایی که چاپلوسی میکنن در درگاه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یا در پیشگاه الله متعال، میبینید که در عمل به دستورالعمل الله و پیامبرش صفرن، اما میبینی وقتی میشونن الله 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 میرقصند و نمیدونن میپرند و مثل حیوانات حرکتایی از خودشون سر میزنن. فکر میکنن دیگه ما عاشق اللهیم و نمیدونم حرفایی هم میزنن که مثلا عاشق الله هم شیفته الله هم، حرفایی که میزنن بیانگر چه هست؟ همون کوچیکی فکرشون، تصورشون از الله متعال. مثلا یه دختر خوشگلی هست که ایشون دنبالش راه افتادن، عاشقشن، براش میرقصن، طبل میزنن. این عقلای مگسی، عقلای وزویزی. یه گروه دیگه مثلا از پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم همچنین کسی رو برای خودشون ساختن، دیگه با شعر و نمیدونم چاپلوسی و یا رسول الله و یا فلان فکر میکنن دیگه مثلا پیامبر رو هم گول میزنن، خدا رو هم گول میزنن. علیاذ بالله. یا رسول الله کشیدی رجای بعدد چندان در این فانی، کشیدی رجای بعدد چندان در این فانی، همیشه از برای امتانت یا رسول الله، شوان قربانی تیغی ابروانت یا رسول الله، شود جانم فدای گیسوانت یا رسول الله، شود جانم فدای گیسوانت یا رسول الله. نه، اینا رو من در این روزها بسیار میبینم. الان این روزهایی که مثلا ما و دنیا اشکبار هست و آستین همت رو بالا زده برای ادامه مسیر شهیدان هرات و شهید ایمان حضرت مولانا و خطیب برجسته امت مجیب الرحمن انصاری. خیلی ها، صدها نفر برا من پیام میدن از این سوی دنیا از اون سوی دنیا، احضار همدردی میکنه. استاد نمیدونی چند روزه که خواب و خیال ندارم و فلان دارم فلان. فکر میکنه که مثلا با این حرف من که اشکای تمساح ها رو ببینم، فکر میکنی که دیگه من مثلا میگم بله شما واقعا ان شاء الله که در روز قیامت شما در رکاب ایشون خواهید بود و در کنار پیامبران. تازه منم بگم مگه که کلید بهشت دست منه عزیز من؟ نه. اما در همین میان محبت صادقانه رو هم میبینم. عزیزانی که میگن که استاد ما میخواییم که در این میان کاری کرده باشیم. یکی میگه که من قرار فردا خانمم رو بگیرم برم به هرات و اونجا ببینم که من چیکار میتونم بکنم برای این شهیدانی که رفتن، نگذارم یتیماشون رو زمین بیفتن، نه برای این عزیزانی که زخمیان نذارم که اینها از زخم بنالند. من باید کاری بکنم. من در اینجا وقتی میخوایی صادقانه نشون بدی که تو با شهید هرات همراهی، عزیز من، شهید هرات نیازمند نمیدونم اشکهای تمساح تو نیست، نیازمند چاپلوسی و شیرین زبانی تو نیست. اون رفت پیش خداش. اما واقعا اگر میخوایی مثل اون باشی و در کنار اون باشی، اون پشت سرش بیش از 1000 اندی یتیم رها کرده. آستین همت بلند شد، همونطوری که اون پدر بود برای یتیمان، تو هم پدر شو برای یتیمان. اون پشت سرش یک مدرسه‌ای رها کرده، یک مدارس قرآنی رو رها کرده، پشت سرش فعالیت‌های اجتماعی رو رها کرده، پشت سر رادیو انصار رو رها کرده، پشت سرش یک عالمه
زحمت و میدان رها کرده که تو میتونی یک عالمه درهایی که تو میتونی از یکی از این درها وارد بهشت بشی و همراه اون و همراه پیامبران باشی. اما ببینیم خداوند متعال میفرماد فإن لم یستجیبوا لک، اگر ای پیامبر حرف تو رو نگرفتن، فعلم انما یتبعون اهواءهم، بدون که اینا دروغگوان، چاپلوسن، شیرین زبانن، دنبال هوا و هوس خودشون هستن. و من اضل ممن اتبع هواه بغیر هدى من الله، هیچ کسی از کسی که دنبال هوا و هوسش رفته باشه، راه و رسم و کردار الهی و پیامبرانه رو رها کرده باشه، از این گمراه تر نیست. هر چقدر ادعا داشته باشه، هر چقدر چاپلوسانه باشه، هر چقدر نمیدونم من و منیت داشته باشه و فلان. نه عزیزم، ببین عاقل و احمق کیان؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرماد الکیس من دان نفسه و عمل لما بعد الموت. انسان عاقل و هوشمند و دانا اون کسیه که همیشه از خودش میپرسه من چیکار کردم؟ من در مسیر عزت و کرامت اسلام کجا هستم؟ من چه خدمتی به این جامعه کردم؟ من چه خدمتی به دین الله کردم؟ این کیسه، این عاقله، داناست، همیشه فکرش آخرته، برای فردام چیکار کردم. اما احمق و نادان و عاجز و ناتوان و چاپلوس و این کیه؟ این کسیه که من اتبع هوا و تمنا علی الله الامانی، هوا و هوسش دنبالش هست و دیگه تمنا آرزوش اینه که خب روز قیامت خدا ما رو که میبخشه، ما با پیامبر، خدا یا بار الها ما رو با پیامبران و صالحان محشور گردان. عزیز من، به خودت میخندی؟ از در راه پیامبران باش، در راه صالحان باش، در مسیر شهیدان باش، در مسیر صدیقان باش، بله در روز قیامت کنار اونها هستی، همراه اونها هستی. اما اگر نه، تو زندگی خودت هستی، غرق مگسی خودت هستی، مثل حیوانات زندگی میکنی، مثل بوزی دنبال فقط یونجه خودت تو زندگی خودت، تو زن بگیر و بچه درست کن و خونه تو بساز و نمیدونم فلان کن و لونه بساز، امت، عزت و کرامت امت این برات اصلا مهم نیست، تو جامعه چی میگذره برات مهم نیست، اون وقت دیگه همه این ادعاها و همه این چاپلوسی ها هیچ جایی رو نداره. پس اگر واقعا با شهیدان هرات همدردیم، اگر واقعا میخواهید در روز قیامت در رکاب اونها باشید، آستین همت بالاز بزنید، بیایید مسیر اونها رو ادامه بدیم، بیایید در میدان باشیم و نگذاریم اگر از ما شهیدی رفت خانوادهش مفلوج بشن، نگذاریم که این عزیزانی که زخمی شدن احساس بکنن که بیکسن. داخل میدان باشیم و ما همون کاری رو بکنیم، همون راهی رو بریم که مولانا انصاری شهید رفتن. بیایید و دست در دست هم بدیم برای عزت و کرامت جامعه اسلامی و رفع فقر و بدبختی و ذلت و خواری و جهالت و نادانی، آستین همت بالا بزنیم و در میدان باشیم. بیایید الله قوت و این کوی و این میدان.